روز 7 اپریل در مرز اسفره و بودکند، یکی از دخترین نقطه‌های مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مناقشه نو رخ داد. این نخستین مناقشه در این مرز بعد بازدید پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از جماعت وارخ بوده. در مرز دهه خواجه اعلی، آخرین دهه واقع در داخل مرز تاجیکستان در راه به سوی وارخ و جماعت اقصوی قرقیزستان صورت گرفته است. بنا به فرضیه خدمات مطبوعات نماینده پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بودکند، روز 7 اپریل کارمندان اداره آب ناحیه بودکند در جماعت اقصوی به ترمیم مرکز اساسی آب تقسیم کنی در دریای اقصو پرداختند، ولی مرزبانان تاجیک به آنجا آمده طلب کردند که کارهای ساختمانی را در اینجا قطع کنند. همین طور حدود 30 ساکن دهه خواجه اعلی نیز جمع شده کوشش کردند مانع کارهای ساختمانی شوند. در نتیجه بین طرفها سوء تفاهم به وجود آمده. بنا به فرضیه ساکنان دهه خواجه اعلی، جانب قرقیزستان به صورت یک جانبه به ساختمان کوپروک در روی دریای اسفره در موضع شرشره آغاز کرده است. جانب تاجیکستان میگوید این مرکز آب تقسیم کنی در قلمرو تاجیکستان جایگیر شده است و جانب قرقیزستان باید کارهای ساختمانی را در اینجا قطع کند. بلافاصله در پی مناقشه نیروهای انتظامی دو جانب و همین طور راهبران ناحیه بودکند و شهر اسفره به جای حادثه آمدند. نماینده پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بودکند اموربک سوانالیف نیز همراه راهبران مقامات انتظامی این ولایت به جای حادثه آمد. سوانالیف توسط تلفن وضع پیش آمده را با رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده بررسی کرده است. آنها توافق کردند که مذاکراتشان پیرامون این مسئله را روز 22 اپریل در جریان همایش راهبران منطقه های وادی فرغانه که در شهر فرغانه ازبکستان برگزار می شود دوام دهند. اما روز 18 اپریل رهبران ناحیه بودکند و شهر اسفره در جای حادثه به جستجوی راه‌های حل مناقشه نوبتی ادامه می دهند.